سلام به چنل ایناریا خوش اومدین. من نگینم و من بهار. امروز میخوایم راجع به یکی از هولناکترین پرونده های تاریخ جهان صحبت بکنیم. این پرونده یک پرونده قتل و در کنارش آدمخواریه. شخص مرموز این پرونده ما اسمش جفری دامره که توی 1960 به دنیا اومد. پدرش لیون دامر یک شیمیدان بود و مادرش جویس فیلین یک زنی بود که از اختلال روانی رنج می‌برد و دامر از همون بچگی یه شخص منزوی بود. یکی از کارهای مورد علاقه‌اش این بود که حیوانای مرده رو جمع بکنه و کالبد کافی کنه. خواست ببینه درونشون چیه. توی دوران دبیرستانم چقدر شبیه یه منه. شخص منزوی بود، یعنی با همون شخصیت گوشه‌گیریش بزرگ شده بود و بعد از جدایی پدر و مادرش به الکل و مواد رو آورده بود. یه روز، حالا نمیدونم یه روزه یا یه شبه، استیون یکی از حالا دوستاش جفری دامر رو دعوت میکنه خونش. حالا کاری که اینجا جفری دامر میکنه خیلی خیلی وحشتناکه. اینکه میاد با ضربه به سر استیون اون رو میکشه و اولین قتلش رو دقیقاً توی سن 18 سالگی انجام میده و که حالا استیون 19 سالش بوده، یعنی یک سال ازش بزرگتر بوده و برای اینکه هیچ مدرکی هم به جا نذاره میاد جسد استیون رو قطعه قطعه میکنه و اینکه یه وقفه طولانی بین قتل اولش تا قتل دوم به وجود میاد، طوری که احساس میکنم خود جفری دامر بعدش به شدت عذاب وجدان پیدا میکنه و اینکه برای اینکه دیگه قتلی انجام نده، یعنی افکار دگرگوشیه رو داره و برای اینکه جلوی اون رو بگیره به سمت الکل میره و سوء مصرف الکل پیدا میکنه، طوری که قشنگ معتاد به الکل میشه و حتی چند باری هم با قانون و پلیس و اینا سر و کله داشته. جفری از سال 1987 تا زمان دستگیریش 1991 به یکی از بی‌رحم‌ترین قاتلان دنیا تبدیل شد. جوری که مثلا جفری میرفت، معمولا هم میرفت به بارهای همجنسگرایان و یه شخصی رو انتخاب میکرد و در حین همون گفتمانشون بیهوشش میکرد و میبردش خونش. بعد اینکه اونا رو تیکه تیکه قربانیانش رو سلکت میکرده، خودش انتخاب میکرده، تعدد جنسی داشته، خودش انتخاب میکرده. مثلا یعنی هیچ کینه ای ازشون خوشگلا رو انتخاب میکرده. این مدلی یا اینکه مثلا از اون خوشم نمیاد بذار اون رو انتخاب بکنم، خودش انتخاب میکرده. خب بعد میبردش خونش و میکشتشون، اجزای بدنشون رو در میآورد و فریز میکرد و میخورد و این قسمت آدمخواریش بود. یه قسمت خیلی وحشتناکتر از این داره. گفتی فریز میکرد میخورد؟ میخورد، آره. من فکرم گفتی میبرد. وای خب نه، میخوردشون. و قسمت وحشتناکتر این داستان اینه که یه سریا رو نمیکشت و یه آزمایشگاه داشت، میرفت روشون یه سری آزمایش ها انجام میداد و میخواست اونا رو به زامبی تبدیل کنه، به افرادی که فقط بهش خدمت بکنن. یعنی اون فرد زنده بود ولی انگار مرده بود. درست دارم بیان میکنم یا نه؟ چقدر شبیه پرونده اولیه است که ولفگنگ با این تفاوت که اونم دوست داشت که دختر رو جوری تربیت بکنه که به اوامرش و دستوراتش گوش بده، خدمتگزارش باشه، فکر کنم خدان. حالا اون رو دختر آزمایش نمیکرد. آره این دیگه خیلی وحشتناکه. انجام میداد. این خیلی دیگه وحشتناکه. آره اوضاعش خیلی خراب بودی.
جفری دامر یه روزی یه شخصی رو به اسم تریسی ادواردز که حالا به قول بهار سلکتشون کرده و انتخابشون کرده قربانیانش رو، اینو انتخاب میکنه و میبره خونش و دستاشو میبنده و میخواد که حالا اینو قطعه قطعه بکنه، بکشتش. معلوم نیست میخواد چه بلایی سرش بیاره که تریسی ادواردز فرار میکنه و به اولین ایستگاه پلیسی که میرسه بهشون میگه و پلیسا میرن خونه آپارتمان جفری دامر، اونجا رو که بررسی میکنن و اینا. انگاری خود دامر بوده. چرا بوده؟ بررسی که میکنن، عکس‌ها رو که میبینن و اعضای بدن تمامی قربانیان جفری دامر اونجا پیدا میکنن و متوجه میشن که اصلا این یک هیولای وحشتناکی بوده که بدن همه قربانیانش رو تکه تکه کرده و همه رو هم توی خونش نگه داشته. بعدشون هم عکسم انداخته. بعد از اینکه جفری دامر رو دستگیر میکنن و میبرن برای بازجویی، بلافاصله و سریع به تمامی جرماش اعتراف میکنه و میگه که آره، من آدمخواری کردم، من قتل کردم، من حتی تلاش کردم که ذهن آدما رو هم کنترل کنم. یه جوری انگار میخواسته که یک نفوذ پیدا کنه به ذهن آدما و از اون طریق بدن آدما رو کنترل کنه که به خدمتش در بیان و به همه اینا اعتراف میکنه و حتی به یک سری جزئیاتی حین قتلش، حین حالا تمامی کاری که کرده، اعتراف میکنه که اصلا دور از تصور همه بوده. در سال 1992 جفری دامر به دادگاه برده میشه و اینکه تو دادگاه مشخص میشه که اون به 17 مرد رو، فقط مرد رو میکشته، 17 مرد رو به قتل رسونده. یعنی زنا رو نکشته؟ نه فقط به مردها کینه. آها، از لحاظ جنسی هم به مرد گرایش داشته. خب جفری به 16 سال حبس محکوم میشه. تو اوایلش تنها توی یک سلول زندانی شده بود، ولی بعدها به همراه 2 نفر دیگه به اسمای، حالا فکر کنم جسی و کریستوفر، این 2 نفر با این 2 تا هم سلولی میشه. جسی، جفری دامر و کریستوفر هر ستای اینا توی سلول بودن. کریستوفر نه از جسی خوشش میاد نه از جفری دامر، چون اصلا از جنایاتایی که اونا کردن خوشش نیومده و ازشون متنفر بوده. در نتیجه میاد چیکار میکنه؟ به شدت بهشون حمله میکنه و در آخر میکشتشون و اینجوریه که جفری دامر توی زندون به قتل میرسه. این بود از داستان زندگی جفری دامر که بعدها راجبش خیلی فیلم و سریال و مستندم ساختن، یعنی الهام بخش این فیلم و سریال ها هم بوده. خب به پایان ویدیومون رسیدیم. امیدواریم که از این داستان خوشتون اومده باشه. اگه از ویدیو ما خوشتون اومد، ما رو لایک و سابسکرایب کنیم و کامنت یادتون نره. آره بچه، اگر از این شیوه ویدیو گذاشتنمون خوشتون میاد و همینطور محتوای ویدیو که راجع پرونده های جناییه و براتون جذابه و یا حتی اگر پرونده های جنایی دیگه رو میشناسین که خیلی جذابن و اینکه حالا ما فعلا نگفتیمشون، اونا رو حتما بهمون بگین که راجبشون تحقیق کنیم و براتون ویدیوشو بسازیم. مرسی، خدا نگهدار. خدا نگهدار. بای بای.